سلام برابکس عزیز. خیلیاتون ما داخل کامنت ها گفتین که ما مشکل سوخت رسانی داریم، ما نمیدونم تنظیمات کاربرات میخوایم و فلان و اینا. ببین 80% موتورهای کاربراتی یه مشکلی دارن. به فرض مثال یا مثلا در حالت سلو یا درجا خوب کار نمیکنن، یا اونجوری که باید گاز بخورن گاز نمیخورن، یا اینکه بیش از حد گاز میخورن، یا مثلا یه آسیب به موتور میرسونه. خب حالا راه حلش رو من بهتون میگم که مشکل از چیه. هر چی هست اصلا این کاربرات زیاد خودتون رو حساس نکنید روی موتور و جرقه زنی هم میتونه باشه. مثلا در 60% از موارد میتونه جرقه زنی باشه، میتونه از کویلتون باشه، میتونه از ترانزیستور موتورتون باشه، ولی بیشترش مربوط میشه به هوایی که وارد کاربرات میشه و با سوخت‌رسانی خود کاربرات. خب ببینید دوستان، کاربراتی که تنظیم باشه با اولین هندل بدون اینکه گاز بدی باید روشن بشه. هندل هم دارم میزنم براتون ببینید، بدون اینکه گاز بدم میبینید که خیلی راحت روشن شد و دور موتور ما میزان روی 1 هستش. و وقتی هم شما گاز میدید، حتی اول صبح، اگر اول صبح گاز دادید و این اتفاق براتون افتاد، یا صبح گاز میدید موتور اصلا گاز نمیخوره خاموش میشه، دو دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اولش میتونه از هواکش باشه. شما وقتی اینو در بیارید، هواکش من الان علت این که گاز دادم موتور خاموش شد از اینجا هستش. هواکش من از این قسمت پاره شده. اون قسمت هم میدونم وصل نیست، اون قسمت هم خودم نگاه کردم که ترک داشت. یعنی الان بود و نبود این خرطومی هیچ فرقی به حال کاربرات من نمیکنه. یعنی هوای بیش از حد داره وارد کاربراتم میشه و همین باعث میشه که روی سلو یه خورده مثلا دور موتور بالا پایین بره، یا سر صبح که گاز میدی موتور گاز نخوره. این یه علتش. علت دوم که بهتون گفتم پیستون گاز هستش. پیستون گاز شما در میارید، من در بیارم براتون. پیستون گازو که به این صورت در میارید، این بچه ها پیستون گاز هستش. این زمانی که شما گاز میدید این میاد بالا و مسیر سوخت رو باز میکنه، سوخت از این وارد کاربرات میشه، میره داخل موتور. حالا این داخلش که قبلا بهتون توضیح دادم چطور سوخت موتور رو تنظیم کنید، داخلش یه سوزن داره، توش چند تا لول داره. لول وسطی بذارید که کارخونه براتون همونو گذاشته، پیشنهاد میکنه. حالا بعضی موتورها میبینی که به سوخت بیشتری نیاز دارن، اونو مثلا یه پله میاری بالاتر، یا مثلا به سوخت کمتری نیاز داره، یه پله میاری بالاتر. حالا اینو ولش کن، اینو آموزش قبلا بهتون دادم. شما میخواید بفهمید که سوخت موتورتون زیاده یا کمه. اگر هوا رو درست کردید، این خرطومی عوض کردی، اینا همه چی اوکی بود و هیچ نشتی نداشت، میفهمید که مشکل از سوختتونه. چون این همه رو درست کردی بازم دیدی آقا مثلا موتور که صبح گاز نمیخوره، یا مثلا گاز ریپ میزنه و این چیزا، پس چی؟ از سوختته. حالا میخوای بفهمی که سوخت زیاده یا کم. ببینید دوستان، شما وقتی که اینو گاز دادید، دور موتور تا 3.5-4 اومد ریپ زد، یعنی اینکه سوخت موتورتون کمه و باید اون پیستون گازی که بهتون گفتم و لولش رو جابجا کنید، بیارید سوختش رو زیادتر کنید. ولی اگر روی همون دور موتور یک اصلا گاز نمیخورد و فقط گاز میدادی، کم گاز میدادی، هر کاری میکردی گاز نمیخورد، خاموش میشد، یعنی سوخت موتور زیاده. به فرض مثال این 125 سی سی باید بنزین بره توی انجین موتورش، داره مثلا 150 سی سی میره، 200 سی سی داره بنزین میره توش. همین باعث میشه که چی؟ شما وقتی گاز میدی موتور خاموش بشه، موتور گاز نخوره. ولی زمانی که موتور داغ میشه، نصف اون بنزین تبخیر میشه، بخار میشه، دوباره سوختش کم میشه، باعث میشه موتور گاز بخوره. ولی مثلا در حالت سرد ممکنه گاز نخوره. این هم یعنی که سوخت موتورتون زیاده. یه علت دیگه هم که میتونه باشه بفهمی که سوخت موتور زیاده، اینه که از اگزوز زمانی که گاز زیاد میدی دود سیاه بده. این هم نشونه اینه که سوخت موتور زیاده. یا مثلا انگشت بکنی داخل دهنه سیاهی باشه، این یعنی سوخت موتور زیاده.
سوخت موتور هم کم باشه. زمانی که شما گاز رو نگه میدارید موتور ریپ میزنه، به فرض مثال صاف کار نمیکنه، یا مثلا دارید میرید هی موتور کله میزنه. بالاخره مثلا دلایل دیگر هم داره، میتونه از شمعتون باشه، میتونه از کویلتون باشه، ولی در بیشتر موارد از همین سوخت موتور هستش. اینا رو هم بهتون توضیح میدم تو آموزش‌های بعدی. خب دوستان، آموزش ما به پایان رسید. خیلی دوستتون دارم. لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، نظرات انگلیسی، کامنت انگلیسی برامون بذارید. خیلی خوشحال میشیم که کانال ما رو دنبال کنید. بدرود.